به همه دوستان عزیزی که الان ما رو میبینن یا بعدا بازپخش این برنامه رو میبینن. یک مهمون فوق العاده عزیز من از کانادا دارم که واقعا با تمام چی میگن بیزی بودنشون به من تایم دادم و دعوت من رو دعوت کردن. روزا جان بفرمایید. سلام به دوستان عزیز، هپی فرایدی. امیدوارم که فرایدی خیلی خوبی تا الان داشتین. ساتردی به دوستانی که استرالیا هستن. من روزا هستم، خیلی خوشحالم امروز با تناز عزیز میخوایم براتون یه لایو داشته باشیم. دوباره اومدیم به خونه های شما و امیدوارم که یک لایوی باشه که یک ولیو اد بکنه، جواب یک از سوالای شما، یک اطلاعاتی بگیرید در مورد این موقعیت اینترنتی. آره منم همچنین دوباره سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که هرچه این دنیای خاکی هستین خوب و خوش و سلامت باشین. روزتون بخیر، شبتون بخیر، عصرتون بخیر. ما یه مهمون کوچولو هم داریم که زود بیدار شد. آره. خوبیش همینه دختر من. آره خوبیش همینه هستش دیگه. خوبیش این هستش که این موقعیت اینترنتی برای همه کار میکنه. حتی اگر که بچه کوچیک داشته باشی، بچه‌ت هم بغل دستت باشه، فلکسیبیلیتی که داره خیلی راحت میتونی کارتو انجام بدی. حالا امیدوارم که این لایومون مورد نظر دوستان باشه، سوالاشون رو جواب بدیم. خب میخوای من یه اینتروداکشنی از خودم برم برای بچه‌هایی که حالا از صفحه شما، از فیسبوک شما میبینن یا بعد شما خودتون معرفی کن. من روزا هستم، بیشتر از 10 ساله که مهاجرت کردم کانادا، در شهر زیبای برلینگتون، حومه تورنتو زندگی میکنم. مادر 2 فرزند هستم، دخترم دانشجوه، پسرم دبستانه. بیشتر از 10 سال هستش که شرکت‌های کورپوریشن کار کردم. این چند دو سال اواخر به این نتیجه رسیدم که کار کورپوریشنی دیگه فایده نداره. دلیلش این هستش که احساس میکردم درآمدی که دارم جوابگوی افزایش هزینه ها نیستش. در این حال یه چیزی که خیلی مهم هستش، وقت کافی برای خودم و بچهای خودم نداشتم. دوست داشتم وقت آزاد داشته باشم، هر موقع که دوست داشته باشم برم مسافرت، هزینه دانشگاه دخترمو خیلی راحت تر بتونم پرداخت بکنم، در این حال بتونم که یک درآمد بهتری داشته باشم که یک آرامش خاطر برای آینده باشه، همش نگران نباشم کارم از دست میره، استراکچر عوض میشه، اگه کارم از دست بره چی میشه و اینا دیگه. خلاصه این موقعیت درآمدزایی آنلاین رو باهاش آشنا شدم، خیلی خوشحالم. هر روز خدا رو شکر میکنم که از سال گذشته شروع کردم و داریم انجام میدیم و بسیار هم موفق هستی. مثلا قربانت، شما هم همینطور. شما خودتون معرفی کن تناز جان برای دوستان عزیز. تناز عزیز از استرالیا هست. بله من تناز هستم از بریزبن استرالیا. 2 فرزند دارم، یک دختر و یک پسر 5 سال و نیمه. دقیقا نشون بده تناز جان. بله این دختر من توی فیسبوک مشخصه، ولی در اینجا مشخصه. توی فیسبوک. در یکی از بیمارستان اینجا قسمت پاتولوژی مشغول به کار هستم. حدود 3-4 سالی هستش و اینکه حدود 1 سالی هم هستش که تقریبا 11 ماهی هستش که من وارد این بیزینس فوق‌العاده شدم که واقعا خوشحال هستم که این موقعیت رو پیدا کردم و میتونم بیشتر در کنار خانواده‌ام باشم. دقیقاً. آره خب حالا یه مقدار ما با هم صحبت کردیم دلایلی که واقعا چی شد که ما وارد این موقعیت اینترنتی شدیم. حالا من گفتم میپرسه شاید همین دلیلا بودش دیگه. باشید میبینید که امنیت کاری خیلی کم هستش. اگر که کاری که برای کورپوریشن میشه، برای کسی دیگه کار میکنه، واقعا امنیت کاری خیلی کم هستش و هر روز همیشه نگران هستی که اگر کارت از دست بدی چی میشه. نگران نباشه تناز جان. من برای دوستان فالووری که تو فیسبوک هستن توضیح میدم، شما جواب دخترتو بده. یکی از دلایل اصلیش این بودش، واقعا امنیت کاری یکی از پارامترهایی بودش که من بتونم برای خودم یک لایف استایل خودم رو عوض بکنم. یکی از این پارامترهاش. دومیش همینطور که گفتم بتونم وقت آزادتری، یک کوالیتی لایفی برای خودم داشته باشم. به خاطر اینکه امنیت کاری، نگران امنیت کاری، هر روز روزای طولانی خیلی سخت کار می‌کردم. حتی اگر از خونم کار می‌کردم، باید از صبح تا شب کار می‌کردم. خب به این نتیجه رسیدم که واقعا چرا یه کاری نکنم که برای خودم باشه، که بتونم خودم رئیس خودم باشم، کامیتمنت 9 تا 5 نداشته باشم،
در این حال بتونم وقتی که کار میکنم بدونم که آینده برای خودم هست. اینجوری نیستش که نگران از دست دادن کار باشم. همه اینا باعث شد که این موقعیت رو انجام بدم. بعضی از دوستان میپرسن خب شما که کار کورپوریشن خیلی خوب گلوبالی کار میکنی، درآمد خوب داری، همینطوری که حالا بعضی از دوستان از لینکدین منو میشناسن، میگم ببینید هر چه شرکت بزرگتر باشه بهتر باشه امنیت کاریش کمتر هستش. اصلا نمیدونی هر 6 ماه یه بار استراکچر عوض میشه، هر 6 ماه یه بار این دایرکتور عوض میشه، هر 6 ماه یه بار شرکت رو خدمت میشه، لوکیشن شرکت عوض میشه. ما واقعا بعد از 10 سال به این نتیجه رسیدم باید یه کاری داشته باشم که برای خودم باشه. و اگر بخوام حالا بزینس آفلاین داشته باشم، یک کاری باشه که آفلاین باشه، خیلی هزینه بره. من خودم اصلا مایندست اینو ندارم. یه مدت پدرم کارمند بودم، خودم کارمند اینجا بودم. این آنلاین موقعیت اینترنتی یه چیزی بود برای من که واقعا خودم فکر می‌کردم همیشه تو رویا هستش، ولی الان می‌بینم که واقعا به صورت یک چیز واقعی هستش. به یک پکیج کامل شما میای آموزش‌ها رو استپ بای استپ میری و شروع به کار می‌کنی و برای خودت تارگت می‌کنی. دیگه برای کسی دیگه تارگت نمی‌کنی. اگه 4 ساعت 5 ساعت در روز خونه کار می‌کنی که احتیاج نداری کار می‌کنی، میدونی که برای خودت تارگت می‌کنی و همینطور موقعیت اینترنتی به اویلیبیلیتی میده که درآمد تو بیشتر بکنی. تنها من خودم باورم نمیشه اگه 4 5 سال کسی دیگه 4 5 سال پیش کسی بهم میگفتش که یه کار اینترنتی هستش که با 1-2 ساعت کار کردن درآمدش از کار اصلی کورپوریشن خودم بیشتر میشه، از 9 تا 5 رفتن، چقدر تو ترافیک بچه رو بیفور و افتر پروگرام گذاشتن. ولی الان واقعا میبینم من این موقعیت اینترنتی بعد از 8-9 ماه کاری که درآمدی که با 2-3 ساعت کار کردم بهم داد از حقوق کورپوریشن خودم هم بیشتر بود. خیلی قشنگ هستش عزیزم، نقاشیت خیلی خوبه. آره از کار کورپوریشن خودم هم بیشتر شد. خب چه از این بهتر؟ با چند ساعت کار کردن، فلکسیبیلیتی و اینکه اطمینان خاطر داری کار خودت هستش. آره حالا خودت بگو تنوشون. آره که این خیلی قشنگ جامعه. دقیقاً منم یه جورایی فکر میکنم هممون یه جورایی شبیه هم هستش دلیلامون. ولی یکی این که خب من کنار به خاطر اینکه توی بیمارستان کار میکنم و شیفتای بیمارستان هم دیگه فکر میکنم همه جا یه جور باشه دیگه، 10 ساعت 12 ساعت نبودم پیش بچه‌ها و اینکه میس میکردم، اونا منو میس میکردم. من صبح زود زمانی که کووید بودش من ساعت 4 صبح 5 صبح خونه میرفتم بیرون و الانش هم که خب من 6 صبح معمولا میرم بیرون و بچه اصلا صبح من رو نمیبینم. من بعد از ظهر اگر که شیفتم زود تموم بشه میرم از مدرسه برشون میدارم. به همین دلیل دیدم نمیشه. یه جایی دیدم که خب من پسرم فکر میکنم 2 سال 1-2 سالش بود که من وارد این کار شدم. آره دیدم نفهمیدم چجوری 4 سالش شد، 5 سال و نیمشه. خیلی همیشه داره میگذره و این زمانها خیلی شیرین هستش. وقتی بزرگ میشن دیگه شما خودتون میدونن دیگه نمیبینیشون. آره دیگه تینیجر رو نمیدونم این مقدار بازار که میشن دیگه شما نمیبینی تو خونه. و مثلا که اینجوری نمیشه. و وقتی که با این بیزینس خیلی زیبا جذاب آشنا شدم گفتم نه همینه. به خاطر اینکه خیلی فلکسیبیلیتیش خیلی خوب هستش. هر جایی مثلا اینجا الان شنبه است، شنبه صبح هستش، من میتونم اول کار خودم رو انجام بدم و بعد که حالا بچه‌ها معمولا یکم دیرتر بلند میشن ولی دخترم امروز سحر خیس بوده، بعد میتونم ببرمشون بیرون. امروز پلن دارن باز برای خودشون چون دیگه حالا ویکند هستش. و تو روز هفته هم وقتی من سر کار هستم و اگر که من مریض نداشته باشم دارم با روی لپتاپم همیشه با هم هستش و معمولا دارم کار خودم رو یعنی بیزینس خودم رو انجام میدم. یعنی قبلا تایمم به قول من ویست میشد با نتفلیکس یوتیوب، ولی الان خیلی خوشحال هستم. ولی بعضی موقعا انقدر این کار رو دوست دارم. من عذر میخوام اگر که دختر من مثلا انقدر که انقدر که بعضی موقع عاشق این کار شدم، بعضی موقع که توی فیسبوک شخصیم هم که میرم عذاب وجدان میگیرم که الان این چند ثانیه داره ویست میشه. برو تو فیسبوک برای کار محتوایی چیزی درست بکن. خیلی خوب هستش. آره
من به دوستان میگم اگر شما مادری هستی که در الان دوران مترنیتی لیو هستی، دوست داری بعد از اینکه مرخصی زایمان تموم شد یه آپشنی داشته که پیش بچهای خودت باشی و در این حالی که درآمد خوب داشته باشی، واقعا این موقعیت اینترنتی رو چک کن. اگر کسی هستی که کار اصلی داری، کار اصلی هم دوست داری، ولی به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی دوست داری یه کار دیگه داشته باشی، یه سایت هاسلی داشته باشی که درآمد دومی داشته باشه، با یکی دو ساعت که فلکسیبیلیتی هر موقع وقت آزاد داشته باشی، بازم این موقعیت اینترنتی برات خوب هستش. و وقتی که میای میبینی پتانسیلش اینقدر زیاد هستش که به شما این آپشن رو میده که بعدش هم به عنوان درآمد اصلی خودتون باشه. همین که مثال خود من زدم، بعد از 7 ماه درآمدی که بهم داد مدل درآمد کورپوریشن هم هستش و میدونم اگر من بیشتر این مقدار زمان بیشتر بذارم درآمدم هم بیشتر میشه. و اگر کسی هستی که واقعا خودت یک حالت جسمانی هستش که واقعا دوست داری که تو خونه باشی، آرامشی که از خونه میگیری، یا کسی رو داری بستگانت هستن که میخوای بیشتر بهشون نزدیک باشی به خاطر مسائل جسمانی، میخوای ببرشون دکتر، میخوای ببرشون، یعنی بیشتر ازشون تیکر کنی، واقعا این آپشن خوبی هستش که شما رو فلکسیبیلیتی میده که در کنار عزیزانت باشی، در این حال یک درآمد خوبی و یک آینده خوبی برای خودت داشته باشه. حالا تنها جان اگه اجازه بدی برای دوستان توضیح بدم منظورم چی هستش از اینکه آینده خوبی برای خودت داشته باشه. این موقعیت اینترنتی خوبیش این هستش که به شما یک پسیو اینکام میده، یعنی یک بازنشستگی میده که من خودم واقعا هیچ جا پیدا نکردم، همچین آپشنی اصلا پیدا نکردم. حالا این چی هستش؟ شما وقتی که وارد میشی مراحل رو میای، حالا من مراحل رو میگم خیلی ساده. استپ اول، شما هر جا که دارید میبینید ما وبسایت خودمون رو میذاریم، بذار اسم و ایمیلتون رو تو اون لینک وبسایتی که ما گذاشتیم بذارید. تناز جون توی فیسبوکش گذاشته، توی اینستاگرامش میذاره، منم همینطور. بیاین اون وبسایت رو برید، اسم و ایمیلتون رو تو اون لینک بذارید، از ما ایمیل دریافت میکنیم، براتون لینک وبینار رایگان میفرستیم. بیاین وبینار رو ببینید، یه مقدار آیدیا بهتون دست میاد که این چی هستش. اگر دوست داشتین کمکتون میکنیم وارد مرحله آزمایشی بشید. اگر فکر میکنید چیزی هستش که همون چیزی هستش که شما دنبالش هستین، دوستان یک آرامش برکتی برای خودتون و خانواده‌تون با یک درآمد خوب داشته باشه، بهتون کمک می‌کنیم وارد دوره آزمایشی بشین. دوره آزمایشیش 30 روزه هستش، میایین تمام اطلاعات رو میگیرید، درآمدها رو میبینید، بازنشستگی رو میبینید، شرکت مادری که 50 سال تو مارکت هست رو میبینید، تمام اطلاعات رو که گرفتین در یک مرحله خوب هستین که ببینید دوست دارید ادامه بدید یا نه. اگر دوست داشتین ادامه بدین کمکتون می‌کنیم مراحل بعدو برید. وقتی شما شروع کردین کمکتون میکنه، منتور و مربی فارسی زبان از روز اول بهتون داده میشه، شما رو کمک و راهنمایی میکنه سیستم اینترنتی رو ستاپ کنید و اون درآمدی که دوست داشته باشین بهش برسید. همینطور که رو بیزنستون کار میکنید، درآمدتون رشد میکنه، شما وقتی به یک لول خاصی که رسیدید، معمولا بر اساس تجربیات افراد از 3 تا 5 سال، من به دوستان میگم اصلا بگو 6 سال، بگو 7 سال، اصلا بگو 8 9 سال، ولی این آپشن رو به شما میده بعد از وقتی به یک رنک خاص رسیدین، حالا 6 سال، 7 سال، 5 سال، این هستش که به شما حقوق ثابت فیکس ثابت ماهیانه برای همیشه در نظر گرفته میشه. ما بهش میگیم بازنشستگی زود اینکام، ولی با این معنی نیستش که شما نمیتونی ادامه بدی. شما این حقوق بازنشستگی، این فیکس پاسیو اینکام رو داری، در کنارش همچنان بیزینستون میتونی ببری جلو و انشالله که 130 سال عمر کنید تا موقعی که هستین این پاسیو اینکام رو میگیرید و وقتی هم که بعد از شما میتونید به بچه‌های خودتون، به بستگان خودتون به ارث بدید. من همیشه میگم این زحمتی که میکشی واقعا یه نتیجه داره. این هستش که یک لگسی برای بچهای خودت درست میکنی. وقتی در آینده میدونی بچهای شما از هر لولی که شما هستی، از اون پاسیو اینکامی که میگیری به بچهای خودت منتقل میشه و اونها یک پشتوانه دارن. این هستش که میگم وقتی شما کار میکنی آینده خوبی هم برای خودت و بچه‌ها داری. آره تناز، من مطمئنم شما یکی از دلایلش همین بودش که بخوای اصلا. آره یکی از دلایلش دقیقاً همون اولش که شما گفتین این بودش که اگر که بیمار باشین، اگر که بخواین مشکلی داشته باشین، من یادم میاد که قبل از این بیزینس خیلی سختم بود، اگر که خودم یا خانوادم مریض می شدم خیلی سختم بود که زنگ بزنم بگم نمیام. ولی الان خیلی یه مثال خیلی خوبی الان برای من اتفاق افتاده. پنجشنبه و جمعه دیروز همسر من بیمار هستن و چون معمولا بچه‌ها رو ایشون میبرن مدرسه و کارهای صبحشون رو میکنن، تواناییشو نداشتش و خب دیگه به قول من افتاده بود توی تخت. من خیلی راحت بدون اصلا هیچ مکسی، انقدر که این توانایی رو این بیزنس من اعتماد به نفس رو به من داده بود، زنگ زدم و گفتم که من نمیام، من همسرم بیمار هستش و نمیتونم بیام.
و خیلی خیلی بهم یه حس خیلی خوبی بهم آره داد. قبلا خیلی میگم عذاب وجدان میگرفتم زنگ بزنم آره بگم که میترسید. نمیتونم بیام. آره دقیقا. آره. و اینکه چون بخواد میدونید دیگه بخوان یکی رو برای شما ریپلیس بکنم اونجایی که آره شما میرید و اینا، با بالاخره قرایی که میزنن و به کارهایی که میکنن و اینا آره که کلی منت هم میذارن سرت که اوه اینجوری اینا، خیلی من راحت شدم. آره خیلی. و یه خیلی چیز خیلی خوبی که داره این بیزینس اینه که شما چون یک موبایل و یک اینترنت همیشه دیگه الان دوره‌ای هستش که همه همه دارن. دارن، حتی یک بچه تینیجر هم داره. من هر جایی که میرم میتونم یه ویدیو بگیرم، میتونم آپلودش هم اونجا آره سریع با یکی از برنامه‌هایی که به ما معرفی شده سریع ادیتش میکنم، آره. آپلودش میکنم. یعنی و کار این خاصی نداره. آره دقیقا 80% سیستم انجام میده، 20% شما هستی که چی احتیاج داری واقعا. از اینکه اسمارت فون داشته باشی، وای فای داشته باشی یا لپتاپ داشته باشی. همینطور که تناز جون گفت بین بریکش بیمارستان محل کارش، بین بریکش بین وقت آزادش میاد روی موقعیت اینترنتی براش کار میکنه. خود من وقتی که تنازشون پسرمو میبرم، حالا قبلش داشتم میگفتم پسرمو اکتیویتی میبرم، اگه قبلا 1 ساعتی که میشستم مثلا بسکتبالش تموم بشه، هاکیش تموم بشه، ولی الان اینجوری هستش که این 1 ساعت هدفمنده. کاری که باید این موقعیت اینترنتی انجام بدم، هر وظیفه‌ای که مثلا هستش، یا چک کنم سوال کسی رو جواب بدم، چیز خیلی ساده ای هستش، اصلا چیز سختی هم نیستش، اون کار انجام میدم. من میدونم بعدا برای خودم یک درآمدی به وجود میاره، نه اینکه اصلا وقتم 1 ساعت 2 ساعت ویست بشه. دقیقاً. آره نکته خیلی خوبی گفتی، مرسی تناز جون. دقیقاً آره و انقدر همونجور که شما میگید آسون هست و راحت هستش. خب اولش فکر میکنم برای خود من 6 ماه اولش یه مقدار گیج و گنگ بود، چون بخاطر اینکه انقدر اطلاعات، این یک بیزینس بازی نیستش، آره انقدر اطلاعات گسترده و زیاد و جامع هستش طول میکشه. من فکر میکنم ترینینگ ها رو حدود 2 دفعه یا 3 دفعه نشستم همه رو نگاه کردم دونه به دونه. هر جا که مشکل داشتم با منتورم تماس میگرفتم و همه اینا رو بستگی دونه دونه داره. آره واقعا به زمان داره، بستگی به هر کس دقیقاً. داره. من هر جا آره بعضی آره هستن مثلا چند هفته انجام میدن، تنازشون 2 تا بچه داره، کار اصلی داره، قشنگ با دقت و با حوصله زمان گذاشته انجام داده. من خود من مثلا چند هفته طول کشید. واقعا نکته خیلی خوبی چیز کردی. بعضی میگن خب چقدر طول میکشه شما آموزش ها رو انجام بدید؟ من به دوستان میگم ببینید برای ورود به اینجا شما احتیاج ندارید هیچ تجربه‌ای داشته باشید. ما هر کدوم بک‌گراند خاص خودمون داریم. همینطور که الان تناز جون رو می‌بینید بک‌گراندش متفاوت هستش با کاری که من انجام میدم. ما تو اینجا معلم داریم، داروساز داریم. تنازشون با رشته چی بودش؟ آره آره پاتولوژی. هر کسی، ما تراک درایور داریم، استی هوم مام داریم، هر کدومتون دیفرنت بک‌گراند داریم، ولی میتونیم بیایم وارد بشیم این کارو انجام بدیم. دلیلش چی هستش؟ به خاطر اینکه این آموزش ها رو از 0 تا 100 به ما میدن. احتیاج نداره از قبل چیزی بدونی. حتی در ساختن یک جیمیل معمولی هم به ما کمک میکنن که بیایم جیمیلمون رو بسازیم. ولی این که حالا شما چقدر الوکیت میکنی برای زمان که این آموزش های ساده که فارسیش هم هستش انجام بدی، بستگی به خودت داره. بعضیا میان یه مقدار با چقدر اوریج احتیاج هستش که بیاین ترینینگ رو انجام بدی. من به دوستان میگم شما با 1 ساعت و نیم 2 ساعت در روز گذاشتن، شاید هم کمتر، واقعا به یک نتیجه خوبی بعد از این مدتی خواهید رسید. اگر که کوچبل باشی، آره اگه کوچبل باشی، اگر پوزیتیو مایندست داشته باشی، اگر استپ بای استپ انجام بدی، واقعا همینطور که من نتیجه گرفتم، همینطور که تناز جون نتیجه گرفت، همینطور که این موقعیت اینترنتی برکتی برای همه ماها بوده، مطمئن باشید اگر شما بیاید میتونید انجام بدید و نتیجهشو خواهید دید. دقیقاً. یه نکته رو که روزا جون گفتن این که مثبت اندیشی داشته باشید و اینکه هیچ وقت ناامید نشید. برای هر کسی این بیزینس زمان خودشو داره که کلیک میخوره. یکی از من یکی رو دیدم که تازه وارد شده، تو 4 ماه جواب گرفت و رنکش رفت بالا. یکی هست 1 سال طول میکشه، شما گفتی تا 8 ماه طول کشید. فقط اینکه باید صبور باشید چون این بیزینس خودتون هسته. شما اگر که یک لوبیا رو هم بکارید چقدر باید پیشنت باشید، صبر بکنید تا اینکه این به محصول برسه. دقیقاً این بیزینس هم همینجور هستش. نگین که مثلا 1 سال گذشته
بابا این که جواب نمیده. آره نه حالا انشالله اینا رو حالا اینا رو بعداً هم باز توی برنامه اگر میخواین که لایو بلند طولانی نشه میتونیم یه لایو دیگه باشیم اگر که دوستان بخوان چیز کنن. ولی در کل هستش اگر دوست دارید اطلاعاتی در مورد این موقعیت اینترنتی بدونید خیلی خوشحال میشیم شما رو استپ بای استپ کمک و راهنمایی کنیم. اولین مرحلهش این هستش که اسم و ایمیلتون رو توی وبسایتی که ما تو کامنت اون میذاریم، تنازشون توی وبسایتش تو فیسبوک میذاره، تو اینستاگرامش میذاره، منم خودم همینطور. اگر دوست داشتین اسم و ایمیلتون رو بدین، خوشحال میشه شما رو کمک کنیم. راه ارتباطی ما و شما میشه، تمام اطلاعات رو میفرستیم. اگر دوست داشته باشین اطلاعات فارسی میفرستیم، اطلاعات رو بگیرید. خیلی دوست داریم راه سبز رو به شما هم نشون بدیم. اگر دوست داشتین میایین و استپ با استپ انجام میدید. مرسی تناز جو، واقعا ممنونم از وقتی که گذاشتید. ممنون از شما که وقتتون رو به من دادیم. ممنون، متشکرم. هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. مرسی عزیزم.